سلام و درود به بینندگان عزیز، به برنامه خنده باز خوش اومدید. بچه هر تون باید یه آوا رو بخونید و بقیه باید از روی شما تقلید کنن. هر نیم بخنده امتیاز منفی بگیره. اوکی. میره خونه ما. الان هر چی که میخونن ما باید ادامه بدیم بخونیم. آره لبخند نزنه. من اولیو براتون میخونم. آقا دومات چی کارن؟ آقا دومات تو شبیه نبود. یه بار دیگه برو. یادم رفت دیگه. عزیزم اینطوری ببین. یه بار دیگه برو. What? تو داشت تو نخون عصبانی نش. مشکل داره. واقعا قلبم گرفت. وای اینا جلو خودم گرفتم. بریم یکی داره میریزه اصلا یه چیزی خونی که از مازویش خارجه. اولش زیره بعد میشه یه بار دیگه برو. یه بار دیگه اصلا نمیتونی خود یه بار دیگه بری. برو نکن. دفعه سلام صاف کنم. هایده میخواد در تو بخونه. جون خانم هایدی شروع میکنن. خب Somebody give me اجماعاً سلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. همین آهی که این یعنی چه چیزی بود دیگه؟ این واسه کی بود؟ تو یه بار دیگه میری عروش بدم؟ یه بار دیگه برو. از واسه چی میپرسی؟ چی نگو سرت بنداز سه گوشم کار میکنه. زبونم یه ذره داد. مریم تیزی دیدین پلنگ از خطه ما همسایه ها گناه دارن. دوستم ببینم یه بار دیگه هم ببینم این کار انجام بدیم. اینو بازی کنی. این کار بله مهندستا بود. این عزیزم نباید بخندی. جدی میفرمایی؟ من اینم من نوبت منه دیگه. تنهاز برو پرشیانه من میو بود مگه؟ سلطان گلبام. گلبام صدای کنگره من نمیدم. توف کن. نه
نه برو توی سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری داد نه خوب نه. نه ببین بابا آه. بگو اصلا نداشت نگاه نکنید. این چیه؟ من راستیتی صدا ندارم یه صدا بدم بده صدا به دمو بشنوه ایها خجالت بکش ایها نه ها نه شما بگیم بله مثلا بچه مریم برنده شد. من همیشه برندم بچه اینا رو برش بچه ها صف وایسید مریم میخواد یکی یه چک حالا بزنه. من برندم منم بچه لایک لایک و سابسکرایب فراموش دوستتون نکنید. داریم. کامنت برام بذارید. خدافظ. مرسی.